خب جلسه شکل موجها رو، یعنی آخرین جلسه روابطش رو فکر کنم نوشته. آره روابطش رو میارم، نوشته بودم دیگه اول این جلسه. نه نوشته بودم، سیو نکردم حقیقتا اون فایل چیزو سیو نکردم. من موقعی که چیزا روابط رو مینویسم اینجا سیو دارم، توی گوشیم سیو دارم. روابط نیاز باشه یه سر مینویسم. ببینید الان دیگه میریم سراغ شکل موج. احتمال بالا، یعنی من 50% احتمال میدم پایان ترمتون یا شکل موج باشه یا اون سوالایی که مثلا بتا رو میخواد تا به سه رو و طیف فوریه. خب من به شخصه میگم که جفتشو میده، یعنی یک میگه هم شکل موج بکشین هم مثلا طیف فوریه‌اش رو پیدا کنید یا پهنای باند کارسون فیلتر رد میشه این داستانا. میاد جفتشو به نظرم میده. حالا من که از پهنای باند کارسون طیف فوریه اینا سوال حل کرده بودم، این آخرین جلسه مدالاسیون زاویه است، یعنی هم پارت 1 و پارت 2 که میره واسه جلسه سه شنبه. خب پارت 1 رو الان شروع کنیم با حل سوال. یعنی من درسنامه خاصی ندارم واسه این بخش مدالاسیون، من مستقیم میرم سراغ حل سوال. شما فقط ببینید که به چه صورت هست. میگه فرض سیگنال پیام دندان اره‌ای زیر. خب مدالاسیون اف ام و پی ام رو رسم بکنید، کای اف و کای پی رو هم داده بهتون. بعد فرکانس لحظه‌ای رو هم گفته بازم، یعنی اون رسمی که کردی تو هر حالا بازه 1 0 تا 1 1 تا 2 و 2 تا 3 فرکانس رو بگو چنده، چه تغییری میکنه و چی هست و چی نیست. خیلی خوب. اول یه رابطه مدالاسیون اصلا چی بود؟ یو تی برابر بود با، واضحه یا درشتر بنویسم؟ خیلی خوب. یو تی برابر بود با ای سی کوسینوس 2 پی اف سی تی به اضافه فی تی. درسته؟ آره. خب گفتیم که فی تی برای مدالاسیون اف ام برابر با چیه؟ کای اف بری 2 پی اگر اشتباه نکنم، بخش کای اف ضرب در 2 پی، کای اف ضرب در 2 پی انتگرال از منفی بی نهایت تا تیه امتی دیه امتا دیه تا. خیلی خوب. توی مدالاسیون پی ام چی بود؟ کای اف ضرب در کای پی ضرب در امتی. درسته؟ اوکی دیگه. خیلی خوب. یعنی این که یک بار، یعنی من بخوام یو مثلا پی ام رو بنویسم، یوی پی ام میشه چی؟ ای سی کوسینوس 2 پی اف سی تی به اضافه کای پی رو بهتون داده چند؟ پی دوم. سوال بهتون داده پی دوم به اضافه پی دوم ام تی. خب گفته آقا چیکار کن؟ رسمش بکن. من برای رسمش خب باید یه سیگنال کوسینوسی بکشم. آره تو حوزه زمان میخواد رسم بکنید. پی دوم ام تی، کای پی دومه. اینا می‌نویسم. کای پی مساوی است با پی دوم. بله. کای اف هم بهتون داده چند؟ 1. پی ام بهتون داده. خب حالا بریم مثلا ما چیکار بکنیم؟ رسمش بکنیم. اول اینکه از اینجا میتونید بهم بگید که اف آی این فرکانس چنده؟ فرکانس رو با چه رابطه به دست می آوردیم؟ فرکانس سیگنال کوسینوسی یه رابطه ای داشت، یادتون نیست؟ یک سیگنال سینوسی یا کوسینوسی. آره
یه همچین چیزی بود. یعنی که ببینید در واقع اینه که ما کمان داخل سینوس رو میگیریم. خب ایناش مثلا من کمان داخل کوسینوس هم چیه؟ اینا ازش بر حسب تی مشتق میگیریم، تقسیم بر 2 پی میکنیم. این میشه چی؟ فرکانس سیگنال سینوسی یا کوسینوسی. حله؟ خب الان از جمله اول بر حسب پی مشتق بر حسب تی مشتق بگن تقسیم بر 2 پی کنم چی میشه؟ بر حسب تی مشتق بگیر اف سی میشه. آره اون یکی چی؟ بر حسب تی مشتق امپیریم تی تقسیم بر 4. درسته؟ کمان داخله کوسینوس سینوس مشتق تقسیم بر 2 پی. این فرکانس سیگنال سینوسی کوسینوسی رو بهتون میده. ببینید شما سیگنال سینوسی یا کوسینوسی که میکشید رو خوب توجه کنید. این روش رسم سیگنال بسیار مهمه. خب من بذار اینو بالاتر میکشم. روش رسم سیگنال بسیار مهمه در اینکه شما سیگنال سینوسی یا کوسینوسی رو بکشین شکی نیست. خب اولا که فرکانس سیگنال سینوسی کوسینوسی شما چیه؟ اف سی. درسته؟ خب سیگنال سینوسی یا کوسینوسی شما اف سیه. بعد خب پس یه سیگنال سینوسی یا کوسینوسی با اف سی باید بکشیم. اما امپیریم حالا فرکانسش تو حالا مدولاسیون پی ام ما شده چی؟ اف سی به اضافه امپیریم تی تقسیم بر 4. میبینید ما از اف آی واسه رسم سیگنال بیشتر استفاده میکنیم. یعنی من فرمول اف آی یادتونه بهتون گفتم اما تو حل مثال استفاده نکردم. خب چون بیشتر تو رسم سیگنال ها ازش استفاده میشه. الان مثلا سوال از اون خواسته گفت رسم کن. آره فرکانس نه گفته که سیگنال تو رسم شما واسه اینکه سیگنال رو رسم بکنی نیاز داری فرکانسش رو بدونی چنده تو هر لحظه. خب الان فرکانس اف آی رو به دست آوردم. الان مثلا میخوام ببینم تو بازه 0 تا 1 میخوام رسم بکنم. من اینجا علامت گذاری میکنم. اینجا 1 اینجا چنده 2 اینجا هم 3. از بازه 0 تا 1 این اگه سیگنال امیتی تون باشه نکنید ایناش این سیگنال امیتی تونه. 1 هم اینجاست. تو بازه 0 تا 1 مشتق سیگنالتون چنده؟ اینجا هم 1 میشه. امپیری میشه 1. پس قبول دارید که اف آی مساوی است با اف سی به اضافه 1/4 از چند تا چند؟ 0 تا 1. حالا از 1 تا 2 چی؟ اونم چی بشه که؟ یعنی من کلا همینجوری کوسینوسی بکشم، یعنی عملا هیچ تأثیری روی سیگنال هم نذاشته. سیگنال پیام بریم ببینیم واقعا. بله آره فرکانس ثابت مونده. بریم ببینیم واقعا اینطور هست یا نه. خب از بین تی بین 1 تا 3 هم گفته آقا اف سی به اضافه 1/4 اف آی میشه اف سی به اضافه 1/4. یعنی من همینو بکشم دیگه. فرکانس اف سی دیگه. سیگنال سینوسی دارم میکشم، حالا با دستم بد دارم میکشم. کلا بدونید این چیه؟ سیگنال کوسینوسیه. خب فرکانسش کلا چنده؟ چند؟ اف سی به اضافه 1/4. ببینید فرکانسش درسته، شکل موج هم غلطه. یه جا فرکانس چند میشه؟ آها فرکانس بی نهایت میشه و همونجا نقطه‌ای که ما تغییر چی داریم؟
فاز ما ببینید الان سیگنال ما تا 1 واقعا داشت مثل کوسینوسی نوسان میکرد. خب سیگنال ما حالا من دارم بد میکشم داشت مثل کوسینوسی نوسان میکرد، یه دفعه تو نقطه 1 آره ببینید امتی بود 1 امتی بود تی دیگه، درسته؟ از بازه 0 تا 1 تی بین 0 تا 1 ببین من اینقدر توضیح میدم چون مهمه اینا رو در نظر بگیرید. تی بین 0 تا 1 امتی تون بود چند؟ تی. بنابراین عبارت بالا بازه 0 تا 1 میشه 2 پی اف سی به اضافه پی دوم تی، یا از 2 پی بخوایم فاکتور بگیریم میشه 2 پی تی در اف سی به اضافه پی تی هشتم. آره تی هشتم، درسته؟ تی چهارم یا هشتم؟ تی چهارم که ضرب در 2 پی میشه چند؟ پی تی دوم، درسته؟ که درست هم میشه دیگه. خب پی دوم تی در واقع اینه، تی که برداریم ها. آره اف سی به اضافه 1/4. این الان این سیگنال بین بازه 0 تا 1، درسته؟ حالا تی بین اینو پاک میکنم، حالا تی بین 1 تا 2 1 تا 3 چی؟ چه تغییری میکنه؟ میتونیم بگین؟ آها اف سی منهای 1/4. میبینید؟ اف سی به اضافه 1/4 بازم میشه دیگه. آره اف سی منهای 1/4 که حالا به اضافه 1/4 میشه. خب اول اینکه شما معادله خطت به دست بیارید، تی منهای 2 تی منهای 2 یعنی 1/4. حالا یه منهای 2 باید تو چی ضرب بشه؟ پی دوم منهای پی، ها منهای پی این میشه. الان میگم. خب جاگذاری کنیم. آره میگم 2 پی اف سی تی که سر جاشه، من دارم کمان اون سبزه رو میبیسم ها، امیتی رو جاگذاری میکنم به اضافه پی دوم در تی منهای 2. این به این عوض شد امیتی تون، درسته؟ به این معادله خط این چیه؟ مثلا ایکس تی از اینجا هست چی؟ تی منهای 2. یه حساب کنیم به دست میاد چی بشه که 1 2 دادم 0 شده. چند بعد بزنم؟ پس اون عرض نظام درش رو 2 بعد بزنم که 2 منهای 2 میشه 0. پس معادله این خط شده چی؟ تی منهای 2 که همتون بلدین معادله خط نوشتنو. فقط کافیه من جای اینجا بذارم تی منهای 2 برای بازه چند؟ 1 تا 3 گذاشتم، به این عبارت رسیدم. حالا میشه چی؟ 2 پی فاکتور بگیرم 2 پی تی میشه چی؟ اف سی به اضافه 1/4. حالا یه منهای پی هم داریم، درسته؟ درست هست یا نیست؟ آره یه منهای پی هم داریم. یعنی آقا شکل ما چه اتفاقی براش افتاده؟ 180 درجه اختلاف فاز یه رفعه گرفته. میبینید؟ پس من اگر بخوام از 1 به بعد رو رسم کنم باید همین رو رسم کنم با همین فرکانس اما 180 درجه اختلاف. یعنی که شما مثلا سر امتحان حالا اینو نکشید که اینو دارم میکشم، این خطچینا رو نکشید. یعنی سر امتحان مثلا شما فرض کنید که سیگنال رو بکشید با 180 درجه اختلاف همینجوری میره یعنی همینجوری میکشید به اینجا که رسیدین همین رو ادامه میدین، درسته؟ آره 180 درجه نسبت به حالت قبلش باید اختلاف اندازی. خب ببینید
بین 2 تا 3 آیا سیگنال پیام من 1 تا 3 بود؟ گرفتی؟ این از این. خب سوال چی خواسته بود؟ گفت فرکانس لحظه‌ای رو تو بازار مشخص کن و با دقت رصد کن. فرکانس لحظه‌ای مشخص کردم. فقط بدونید که آقا این دامنه سینوس کوسینوسیتون چنده؟ ASC و منفی ASC. اینم که یوی پی ام تیتونه. خب معرفت تو متن بله؟ کدوم؟ اینجا؟ اینجا؟ این میگی فرض کن این نبود، این فکر کن نبود، از این میخواستی شروع کنی به دست بیاری. خب پی دوم در تی منهای 2 دیگه طبق این فرمول میشد چی؟ حالا ما ساده کردیم 2 پی تی فاکتور گرفتیم تا جایی که میشد، حالا هرچی برنامه تی نبوده تنها نوشتیم. منفی 2 ضرب در پی دوم چند میشه؟ منفی پی. این منفی پی هم این بالا از اینجا اومد، ضرب نکردم. حالا خب این آره به 1 رسیدی شکلت بالا بود، یعنی اگه از اینجا همینطور ادامه پیدا می‌کرد خب پایین بود. آره نیست مرتفع. اگر از پایین خوب فهمیدم یعنی مثلا به اینجا رسیدی شکل همینجوری کشیدی، به جایی رسیدی که مثلا به جای اینکه از بالا بیای از پایین اومدی. آره خب نه کاملا درسته. منتها به اینجا که رسید دوباره از پایین ادامه بده. گرفتی؟ و متوجه شدین سوالش خیلی مهم بودا. من با یه رنگ دیگه میکشم ایناش. گفته که آقا الان من بالا شروع کردم یا اصلا به اینجا که رسیدم تو نیم سیکل مثبت به 1 رسیدم، یعنی رفتم پایین تو نیم سیکل مثبت بودم. خب یکی میگه که خب من ممکنه سینه همینجا کوسینوسی سینوسی اینا بکشم از اینجا برسم به 1. خب چون 180 درجه اگر حالت عادی باید اینجوری ادامه پیدا کنه. خب اما وقتی که به 1 میرسین از پایین 180 درجه اختلاف فاز دارید، سیگنالی رو تصور کنید که 180 درجه چی داره؟ اختلاف فاز داره. یعنی این سیگنال رو تصور کنین و ادامهش رو اینطوری رسم کنید. گرفتین؟ خیلی سخت گفتم درسته؟ اگه 180 درجه اختلاف بود هم پایین شروع کنید. اگه پی دوم بود سیگنال سینوسیش رو رسم کنید. خب یعنی با نقطه چین سینوسیش رو رسم کنید، از یک اون سینوسی رو ادامه بدید. چرا پی دوم گفتم سینوسی؟ 90 درجه اختلاف میشه سینوسی دیگه. سینوسیش رو شما فرض کنید. پس بهترین کار چیه؟ وقتی که به اختلاف فاز رسیدی به نقطه ناپیوستگی، اونجا سیگنال حاصل از 1 به بعد رو مثلا اینجا 1 به بعد دیگه که ناپیوستگیه، از 0 تا 1 سیگنالی که فرق کرده، یعنی مثلا شما به اضافه پی دوم دیگه اضافه شد از 1 به بعد، همون رو از 0 تا 1 با خطچین رسم کن. خب منتها از 1 به بعد دیگه با خطچین رسم کن، خودش رو ادامه بده. یا اینطوری بگم از 0 تا 1 با مداد رسم کن، از 1 به بعد با خودکار رسم کن. حله؟ خب این از سیگنال. اما من رفتم این سیگنال واقعی دیگه میخوام ببینم که آقا واقعا همین چیزی که کشیدم میشه یا چیزی که حالا حل کردم درست هست یا نه. اومدم تو مطلب براتون چیکار کردم؟ شبیه سازی کردم سیگنال نتیجه رو. بریم ببینیم که چی بهمون میده. ببینیم که درست کشیدیم. درسته؟ دقیقاً به اونجا که رسید 180 درجه اختلافات و فرکانس یکسانه. یعنی میبینیم که کشیده یا بازتر نشده. سیگنال پیامتون هم بخوام نشون بدم اینه. این هم سیگنال پیامتونه. دقیقاً همون سیگنال پیامی که داشتیم. منتها یک سوال. چرا این وسط خط داریم؟ حالا اینو که این سوال مفهومیه ها، یعنی درسی مثلا سر امتحان خطر نباید بکشید. خب این خطی که شما یه چیزی گفتی اول راجع به فرکانس بی‌نهایت میشه. فرکانس بی‌نهایت قبول داری که در واقع
انگار یه مربع توپر میشه. اگه بخوام یه سینوسی کوسینوسی فرکانس بی‌نهایت داشته باشه، یه مربع چی میشه؟ توپر میشه. اگه تو یک نقطه فرکانس بی‌نهایت داشته باشه چی میشه؟ گرفتی؟ دقیقا ما تو نقطه یک چون ناپیوستگی دیگه، الان مشتق امتی رو تو نقطه یک بخوایم بگیریم، مشتق چپ و راستش برابر نیست. اف یک مثبت منهای اف یک منفی تقسیم بر یک مثبت منهای یک منفی صفر صفرون نیستش، یه عدد خیلی بزرگ تقسیم بر صفر مثبت میشه، بی نهایت میشه فرکانسش. بس و ما برای اینکه مثلا همونطور که گفتم یه سیگنال فرکانسی مثل یک مربع چیه؟ مستطیل توپره که مثلا اینجا ASC اینجا منفی ASC ولی توپره، همه جاش مقدار داره چون فرکانس بی نهایته. این از توضیح این که چرا بی نهایت میشه. بفهمید. آره آره الان مثلا نها کنید، من الان فرکانس رو دادم خب 1 هرتز، یعنی فرکانس کریرم 1 هرتز بود که بتونم رسمش کنم. فرکانس رو مثلا 2 برابر میکنم، 2 برابر که نه 1.5 برابر میکنم، بعد به سیکل منفی رسید از پایینش ادامه بده. خب 2.5 برابر میشه چند؟ ضرب 5 ضرب درش تقسیم بر 2. ببینیم حالا چی بهمون میده. دیدین؟ درسته دیگه؟ نه اینکه از پایین ادامه به سیکل منفی رسید از پایین بعد ادامه پیدا کنه که قبوله. درسته؟ این از این. به خاطر این اینجوری شد اگه فرکانس رو 2 برابر کنم خب یعنی اینکه خب دور تناوب 2 پیه میشه 4 پی. 2 پی با 4 پی زیاد نوسانش تو اون نقطه تغییر پیدا نمیکنه. چیز کردم 3 برابر کردم 5 دوم برابر، یعنی یه پی هم اضافه کردم بهش. یه 1 دوم برابر هم میکردم درست میشد. یه پی هم اضافه کردم تا به اون نقطه‌ای که میرسه مثل حالت قبل نباشه. چون ببین آره دقیقاً 90 درجه 180 درجه در واقع 180 درجه این برام. ببین 360 درجه دوره تناوبه قبول، ولی 180 درجه دوره تناوب نیست. من اگه دو تا 360 درجه بخوام فرکانس رو جابجا کنم باز دوره شکل قبلی بهم میده، اما اگه یه 360 درجه و یه 180 درجه جابجا کنم یه سیگنال دیگه ای بهم میده که حالت دیگه ای پیش میاد. حله؟ خب صورت سوال اینا هاشش. حالا بذار حل بکنم. سوالی که نوشته میگه آقا حالا خب یه صفحه دیگه اضافه کنیم واسه یه مدارسیان 6 FM. خب بریم. بله FI PM هست FC به اضافه 1 بری 2P امپیری متی. FI چی؟ پیه؟ مدالاسیون PM. خب FI PM دیگه میگم مدالاسیون PM دیگه. FI مدالاسیون PM شا همونطور که گفتم. آره FC به اضافه KP تقسیم بر 2P در امپیری متی. ببخشید میخوام کلا بریم اسمتون رو وارد کنم. میای اوکی. کای پی بره 2 پی امپیری متی به اضافه اف سی. حالا سوال به من گفتش که مدالاسیون 6 هم رسم کن. مدالاسیون اف ام اینو گفته چیکار کن؟ رسم کن. در حوزه زمان توجه کنید که بسیار چیه FM از PM راحت تره. خیلی FM دیگه مثلا داستانی تغییر فاز اون منفی 1 و مثبت 1 رو ندارید. چرا؟ چون قراره FI تون بشه چی؟ FC به اضافه کای FMT. گرفتین؟ دیگه این چیز خاصی داره؟ نه. شما میبینید که MT از 0 تا 1 فرکانستون داره چی میشه؟ داره چی میشه؟ زیاد میشه. بعد دوباره
از منفی 1 تا 3 چی؟ زیاد میشه، اما یه دفعه کم شد دوباره زیاد شد. حله؟ خب بیایید بکشیم. من 2 تا محور میکشم. خب الان میگم. این که اول بود، این سیگنال پیمون رو دارم میکشم. اینجا 2 3 1 من شکل بد کشیدم. این درسته. 2 3 اونم 1 اینم 1 اینم چی؟ منفی 1. اینو زیاد کنم پایین بودم ولی دیگه حالا شبیه اینه دیگه. خب من اینو ادامه میدم. میخوام فرکانس چیشو رسم کنم؟ کوسینوسیشو، یعنی مدالاسیون اف امش رو میخوام رسم کنم. خب ببینید من زیاد به رابطه یو تیش کار ندارم، من فقط به اف آیش کار دارم. تو مدالاسیون اف ام سعی کنید به اف آی فقط نگاه کنید. اوکی؟ تو مدالاسیون پی ام به جفتش بعد نگاه کنید، هم اف آی هم یو ای اس تی کوسینوس 2 پی اف سی تی به اضافه وی تی، به جفتش بعد نگاه کنید که رسمش بکنید. خب الان میگم که چی؟ من کوسینوسی دارم میکشم. اینجا مگه امتی من نیست؟ این امتی منه دیگه. ایناش امتی من بذارید از بازه 0 تا 1 تی بین 0 تا 1. امتی من چی میشه؟ از بازه 0 تا 1 تی میشه. پس میشه اف سی به اضافه تی. درسته؟ کاف هم که 1. خب هرچی تی داره زیاد میشه اف سی چی میشه؟ فرکانس چی میشه؟ داره زیاد میشه. خب پس من تا 1 که اینجا باشه اف سی رو آروم آروم زیاد میکنم. این خیلی آروم نبود، دیگه هم آروم تر. حالا داره زیاد میشه. حالا دیگه اینو فرض کنید که خوب کشیدم دیگه. اینجا فرکانسش چیه؟ گفته تو شکل مشخص کنید، مدرج کنید. اف سی به اضافه تی. این سوالو حل کرد؟ نمیشه تی اف سی به اضافه تی. نه این سوال نبود. نه این سوال نبود. مطمئنم این سوال نبود. همین بود. امکان مدلاسیون اف ام یا پی ام. مدلاسیون اف ام یا پی امش گفت. خب این چیزی که کشیدم پی امه. من پی ام رو اونجوری کشیدم. اف ام رو دارم میگم. این اف آی کای اف ام تی. این شکل موجی که رسم کردی امکان نداره مال چیز باشه، ام تی باشه. ببین من حالا باز ازشون میپرسم. مدلاسیون اف ام اف آی هست کای اف ام تی به اضافه اف سی. اونورم میشه خب ام تی اینجا چنده؟ ام تی ما اونجا تی بازه 0 تا 1، پس میشه اف سی به اضافه تی. فرکانسش نمیتونه باشه اف سی به اضافه 1. اشتباه نوشته. یعنی این دیگه مطمئنم اشتباه نوشته. خب حالا من با ایشون صحبت میکنم. خب این عکس رو برام بفرست، عکس جزوه رو برام بفرست، من صحبت میکنم. فرکانس رو میشه اف سی به اضافه تی. هر چی تی زیادتر میشه فرکانستونم بیشتر میشه. حالا که در نهایت آخرش به فرکانس چند میرسیم؟ اف سی به اضافه 1. یعنی اف ماکستون میشه اف سی به اضافه 1. اما میایم بالاتر، یه دفعه از 1 میخوایم بریم به 3. تی بین 1 تا 3 فرکانستون چنده؟ اف سی منهای 2. نه؟
FZ منهای تی ببخشید بین 1 تا 3. خب ببخشید FZ منهای تی FZ به اضافه تی منهای 2. الان درست شد. درسته؟ حالا منهای 1 تا 2. خب یه سوال FSC مگه فرکانس شما امیتی شما از 1 تا 2 بعد 2 تا 3 تغییر میکنه؟ پس ببین 1 تا 3 ثابته امیتیتون، پس فرکانستون هم ثابت. خب امیتیتون بین 1 تا 3 چنده؟ تموم شد. من فقط جاگذاری تو چی کردم؟ فرمول. حله؟ خیلی خوب بریم. پس من یک سوال، الان من باید با نوسان بیشتر بکشم یا کمتر، یا چقدر کمتر یا چقدر بیشتر؟ از 1 میخوام شروع کنم کشیدن تا 2 تا 3. چیکار باید بکنم دوستان؟ مگه الان مثلا من جای تی بزنم 1، FSC چند میشه؟ FSC تی منهای FSC منهای 1. قبلش چی بود؟ FSC به اضافه 1. از FSC به اضافه 1 با نوسان بیشتر باید بکشم یا کمتر؟ کمتر. حالا از خود FSC که F سیگنال اولیه من بود باز با نوسان بیشتر باید بکشم یا کمتر؟ کمتر. منهای 1 داریم. بعد باید به چی برسم؟ جای تی میذاریم FSC به اضافه 1 میرسه، دوباره به خودش میرسه. بریم. یعنی دوباره با نوسان کمتر میکشم به 2. تو نقطه 2 به چی میرسه؟ به فرکانس اولیه‌ای که من کشیدم. بعد آروم آروم چی میشه؟ زیاد میشه تا به فرکانس چی میرسه؟ آره اینجا F مساویس با FSC، اینجا F مساویس با FSC منهای 1، اینجا هم F مساویس با FSC به اضافه 1 که مساویس F ماکس هم دوباره هست. و کلا دوباره اینجا چی؟ F مساویس با FSC به اضافه T منهای 2. حله؟ خب شک داریم سوالمون جوابمون رو درست نوشتیم یا غلط نوشتیم؟ خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ جاگذاری میکنم. قرار بودش که من این دیگه حل شما اینجا تمومه. من فقط میخوام تو مطلب کد بزنم، میخوام داستانش رو رعایت کنم. خب فی تی شما تو حالت چیز FM میشد کای F که میشه چند؟ 1 تقسیم بره ضرب در 2p انتگرال از منفی بی نهایت تا تی چی؟ امتا دیه تا. حله؟ خب بریم حساب کنیم. من میخوام رسم بکنم چون اینجا من باید دیگه تی منهای 1 اینا نباید بذارم. سیگنال در واقع فی تی من عوض شده. دو پی کای اف درست دیگه فی تی اینه. و از منطقه از چند تا چند؟ نه دیگه کران هم منفی بی نهایت تا تیه. فرقی نداره درستش یکیه. آره آلفا دیستانس متغیر جلو انتگرال مهم نیست چی باشه. خب اگر تی بین تی کوچکتر از 0 باشه که 0 هیچ، تی بین 0 تا 1 باشه که تی بود، درسته؟ تی بود که انتگرال تی دوم میشه انتگرال تی میشه تی به توان 2 دوم که میشه پی ضرب در تی 2. درست؟ حالا تی از بین 1 تا 3 میشه اون تی 2 که سر جاشه. حالا جای تی 2 باید 1 بزنیم، میشه پی به اضافه 1.
حالا از 1 تا 3 از تی منهای 2 انتگرال بگیریم. 1 تا 3 تی منهای 2 دیه، حالا تا میگیم دیگه، تا دیه تا مساوی است با تا به توان 2 دوم منهای 2 تا از 1 تا 3 از 1 تا تی از 1 تا تی که مساوی است با تی 2 دوم منهای 2 تی منهای 1 دوم منهای 2. درست نوشتم؟ مساوی است با تی به توان 2 دوم منهای 2 تی به اضافه 1 دوم. اگر اشتباه نکرده باشم 3 دوم 2 منهای 1 دوم میشه 3 دوم. حالا خب تو نقطه 1 باید جوابا برابر بشن. 1 دوم به اضافه 4 منهای 2 میشه، تو 1 دوم به اضافه 1 دوم 3 دوم میشه 2. نشد که توی 1 باید جوابا برابر بشن دیگه. نه میتونه برابر هم نشه، میتونه نه درسته، پی داره. ببین پی داره، پی به اضافه تی 2 دوم منهای 2 تی به اضافه 3 دوم. الان درست شد که یکی میشه، تو 1 جفتشون میشن پی. خب بریم اینجا از 0 تا 1 که این تابع من میشه شد چی؟ تی پی ضرب در پی به توان 2. پس میگم پای ضرب در تی به نمای، فکر کنم ارور بده، حالا ببینم ارور میده. آره دات به توان 2. نه درست شد. ببینم آره تی به توان 2. بعد از 1 تا 3 هم تی به توان 2. ببینم 1 تا به توان 2 منهای 2 ضرب در تی به اضافه 3 دوم به اضافه پی. خب این میشه فی تی شما. این پی دوم هم دیگه ور میداریم دیگه، فی تی مشخص کردیم مستقیم به اضافه زد فلان. حالا این زیاد واضح نیست، فرکانس بیشتر کنم. ببینم الان مثلا این رو بکنم 10 اینم چی میشه؟ اختلاف فرکانس زیاد آنچنان واضح نیست خب، ولی یه اختلاف فرکانسی افتاده. آره اینجاها یکم به هم نزدیکترن، یعنی دقیقا مثل چیزی کشیده بودی. این وسط ها فاصله دارن خیلی کم. خب بعد اینجا دوباره فاصله چی میشه؟ کم میشه. یعنی کم زیاد کم، دقیقا این شکلی حالا کشیدم. من واضح کشیدم. خب من اینو واضح کشیدم، من میتونم واضح ترش بکنم شما ببینید. من آره فرکانس کریر رو بیشتر کنم فایده نداره، چون این اصلا اختلاف فرکانسیش کمه. اختلاف فرکانسی که میندازه سیگنال پیام کمه. بعد کاری کنم زیاد بشه، مثلا یه 10 ضرب در 100 بکنم چی؟ ایناش درست شد. من با یه ضریب 10 اضافه کردم، مثلا ضریب 50 اضافه کردم همشونو. خب ببینید درست شد. اول فرکانس FSC بود، طبق شکل میبینید فرکانس اول FSC بود. خب بعد آروم آروم زیاد شد فرکانس، چون سیگنال پیام ما چی بود؟ FSC به اضافه 1 بود دیگه. اینجا تو این بازه FSC به اضافه 1. خب بعد یه دفعه شد FSC منهای 1. دوباره فرکانس خیلی از حالت اولیش کمتر شد. بعد آخر دوباره به چی رسید؟ فرکانس
به اضافه 1 رسید. دیدین؟ دقیقاً همین شکل شد که کشیدیم. پس اینجا یعنی فی تی که اینجا محاسبه کردیم هم در نتیجه این شکل موج ما درسته که تو کد نتیجه درست گرفتیم. گرفتین چی شد؟ هم متوجه شدین؟ ببینید من هم نموده کد نویسیشو به شما نشون دادم، هم نمودی که تحلیلی که شما سر امتحان چجوری رسم بکنید. چیزی که تو ذهنتون باید باشه این نمود کده، یعنی بدونید که اگه من کد بزنم قراره چی ببینم. خب حالا اون رو بیاید با اغراق رسم بکنید که استاد ببینه، که بدونه که شما میدونید که یه جا فرکانس داره زیاد میشه، یه جا فرکانس داره کم میشه و دقیقاً تو شکل هم واضحه. سوال نداره. یه سوال دیگه هم بود، این سوال امتحان خودمون بود. گفته بودش که دوباره این مدلاسیون FM و مدلاسیون PMش رو چیکار کن؟ رسم بکن. اینو حل بکنیم این جلسه تمام بشه دیگه. اوکیه؟ FM PM جزء پایان ترمه. من اینو بیارم اینجا جاش نیست، اینو بیارم پایین. این جلسه یک شنبه است. خب مدلاسیون مثلا اول میخوام FM رو رسم کنم. دوباره کای F رو فرض کنیم بهتون داده 1 و کای P رو هم بهتون داده چند؟ P دوم. خب اول FM رو بخوام رسم بکنم، FI تون چی میشه؟ T بین 0 تا 1، اینجا مثلا فرض کنید که 11. T بین 0 تا 1، T بین 1 تا 10 و T بین 10 تا 11. خب اینجا FSC چنده؟ FI تون چنده؟ بله؟ آها اینجا چی؟ ببخشید T. اینجا چی؟ آها دقیقاً. و اینجا آره تیمن های 11. پس یعنی یه جا دوباره فرکانس چی میشه؟ اول فرکانس داره درسته؟ همش درسته. آها به اضافه تی منهای 11 یا به اضافه منفی تی. آره الان درست شد. به اضافه منفی تی به اضافه 11. خب آها چرا اف سی به اضافه 1؟ قرار بودش که اف آی ما فرمولش چی بود؟ اف سی به اضافه کای اف ام تی. درسته؟ تی بین 1 تا 10 چنده؟ چیز ام تی بین 1 تا 10 1. خب کای اف هم که 1. پس اف آی تو باز 1 تا 10 چند میشه؟ خب ببین کای اف رو گفتی چنده بین 1 تا 10؟ 1. ام تی هم ضربش میشه 1. اف آیت میشه چی؟ اف سی به اضافه اینا. حله؟ خیلی خوب. حالا من اگر بخوام شکل موج رسم بکنم، دوباره بذارید من از این حالت بیام بیرون. شکل موج بخوام رسم بکنم، همینو ادامه میدم. میدونم رو نوشته ها میاد ولی میخوام که شکلمون یه کوچولو دقیق باشه. خب طبق فرمول اول از 0 تا 1 اف سی داره آروم آروم چی میشه؟ زیاد میشه. من زیادی از بالا کشیدم. این تا پایین فکر کنید ادامه داره دیگه. آروم آروم من دارم چیکار میکنم؟ زیاد میکنم تا به اینجا برسم. از اینجا اف سی چیه؟ فرکانس چیه؟ ثابته و برابر اف سی به اضافه 1. پس اینجا میگم که چی؟
با فرکانس ثابت بارها رسم میکنم. برای اینکه دقیقاً هم فرکانس ثابت بشه کپی پیستش میکنم. سر امتحان شما بکشید نه نکنید من دارم اینجوری چیز میکنم، کپی پیست میکنم. بله؟ نه تموم شد دیگه. اینا دیگه لازم نیست حلقه بکشم. حالا فرض نکنید اینا فکر کنید یکسانه ها، اینا فرض کنید به اندازه یکسان بالا پایین شدن. خب پس از اینجا گفتیم که فرکانس برابر با f آی مساوی f c به اضافه 1. اینجا بود f آی مساوی f c به اضافه t. بعد اینجا دوباره آروم آروم چی میشه؟ بعد چی بشه؟ کم بشه. به چی برسه؟ به چه فرکانسی برسه؟ ها؟ به FSC میرسه. مثلا اینجا دیگه فرکانس اینجا هست FSC FI برابر با FSC منهای چند بگیم؟ T به اضافه 11. این هست. بعد اینجا که در نهایت اینجا دوباره به چی میرسه؟ F مساوی FSC. اینجا شروعش هم چی بود؟ F برابر با FC 1 تا 11. F الان درست میکنم. بالا 1 تا 11 FSC به اضافه 1 FSC به اضافه T منهای 11 بشه منفی T به اضافه 11. آره الان میگم بازارشون چجوری مشخص میکنیم. منهای T به اضافه 11. ببینید اینجا ناپیوستگی من کجاست؟ ناپیوستگی منظورم اینه که شکسته شده، تغییر پیدا کرده نمودارم. از 1 تا 10 1 و 10 ناپیوستگی من دیگه. پس از 0 تا 1 1 تا 10 10 تا 11. این از شکل موج چی؟ FM شما. آها FSC به اضافه 1 اینا دیگه FI اینجا مشخص شد. بر اساس این نوشتم. MT هم اینجا بود، من بر اساس این فرمول FI اینجا مشخص کردم و اینجا جاگذاری کردم. فرمول ثابت. این فرمول همه جا دو کاربرد داره، همه جا هم ثابت. حالا و اما مدلاسیون چیش؟ پی امش. مدلاسیون پی امش اینجا یه دفعه چی میشه؟ داستان میشه. خب توی مدلاسیون پی ام مدلاسیون پی ام فیتی رو گفتم بعد چیکار کنید؟ به دست بیارید. فیتی هست کای پی ضرب در ام تی. کای پی ضرب پی دوم ضرب در ام تی تون که از چند؟ ام تی. اون اف آی تیه که میشه کای اف بریه 2 پی ضرب در ام پریم تی. من درست نوشتم؟ آره اون اف آی مدلاسیون پی ام کای پی کای اف که نه کای پی کای پی تقسیم بر 2 پی ضرب در ام پریم تی به اضافه اف سی. درسته. خب فی تی شد پی دوم ام تی. خب از بازه چند 0 تا 1 فرکانستون ثابته. درسته؟ تو نقطه 1 آیا فرکانس مشتق بی نهایت میشه نمیشه؟ امپریمتی میشه و اونجاست که فازتون تغییر میکنه. درسته؟ یک سوال، چرا مشتق تو نقطه 1 بی نهایت میشه؟
مگه پیوسته نیست نمودار؟ یه اشتباهی که خودم سر امتحان کردم غلط نوشتم این سوالو. مشتق اینجا صفر میشه تو نقطه یک. آها نقطه بحرانیه. خب آها جواب نداره، بی نهایت میشه. ببینید دقیقاً مشتق چپ چنده؟ مشتق نقطه چپ یک چنده؟ یک. سمت راستش صفر. برابره؟ حله؟ گرفتین چی شد؟ مشتق چپ و راست با هم برابر نیست. برای همینی که مشتق تو این نقطه نداریم و این نقطه دقیقا همون نقطه تغییر فاز ماست. یعنی چی؟ یعنی که فی تی شما بر اساس این از میشه پی تی پی دوم تی که فرکانسش میشه یک دوم، درسته؟ تی بین 0 تا 1، تی بین 1 تا 11 10 بود فکر کنم، 1 تا 10 فی تی شما میشه پی دوم. گرفتین؟ خب الان فی تی بود ام کاپی دوم ام تی بین 0 تا 1 بود تی شد تی ضرب در پی دوم. خب از 1 تا 10 چیه؟ پی دومه با فرکانس همون اف سی دیگه، فرکانسش ثابته. ببخشید آره دیگه امپریمتی میشه 0، پی دومای ثابت نیست، ام تی تون 1، ام تی میشه 0، فرکانس میشه اف سی. یه دفعه فرکانستون داره از اف سی به اضافه 1/4 میشه اف سی. حالا من دوباره اف آی شم بکشم اف آی. خب که پیکتون که پی دومه میشه 1/4 از بازه تی بین 1/4 به اضافه اف سی 0 تا 1 تی بین 1 تا 10 یه دفعه میشه چی؟ اف سی به اضافه 1/4 ضرب در 0 که میشه اف سی. خب واسه اینکه بدونیم کجا تغییر فاز چقدر تغییر فاز داریم. گرفتی؟ خب حالا رسم میکنیم. ببینید رسمش رو دیگه شما سر امتحان دقیق انجام بدیم. من واسه اینکه سریع وقت هدر نره سریع رسم میکنم. میگم که ابوازه 0 تا 1 فرکانس چیه؟ ثابته. با دقت رسم نمی‌کنم، میگم با دقت خودتون رسم کنید. اینجا به نقطه 1 رسیدم. توی نقطه 1 قراره چقدر اختلاف فاز بخورم؟ نسبت به کوسینوس اولیه فکر کنم پی دوم باشه، میشه کوسینوس 2 پی اف سی به اضافه پی دوم. من عدد خوبی نذاشتم واسه حل این سوال. عدد خوبی واسه حل این سوال نذاشتم. ببینید بیاید صفر تا شکل داریم. چی ثابته؟ دامنه ثابت. دامنه ربطی به شیب نداره. سیگنال پیام هیچ کاری رو به دامنه نداره. سیگنال پیام هیچ کاری به دامنه نداره. دامنه ثابت. ببینید بذارید من فی تی رو اگه بین 0 تا 1 باشه میشه پی دوم. بعد یعنی اینجا میشه عملا کوسینوس 2 پی اف سی تی به اضافه پی دوم. آره دیگه. بعد با همینم ادامه میده. با سینوس یعنی سینوسیشو باید رسم بکنیم. حدس میزنم. من عددشون بد کشیدم. این با فرکانس 1/4 اضافه شده. فرکانس 1/4 آره سینوسی میشه. خب به این فرکانس داره زیاد شده. فرکانس 1/4 اضافه بشه چون تغییر فرکانس داریم میدیم ممکنه با سینوسی چی بشه؟ یکی بشه. آره من باید یه سینوسی بکشم با فرکانس کمتر. بدونید مثلا ممکنه از اینجا شروع شه، ممکن از هر جای شروع شه. توی این نقطه اینجا فرکانس باید چیکار کنم؟ کمتر کنم. بیا
1/4 و اینو. آره خب کای پی که پی دومه. آره بهتون دادم کای پی رو. اینا کای پی دوم. ببینید قراره همین شکل رو ادامه بدیم با فرکانس کمتر. حالا همین شکل رو ادامه میدیم با فرکانس کمتر طبق همین رابطه. آره این سوال هم ممکنه بیاد. با فرکانس کمتر دارم این شکل رو ادامه میدم. اینجا حالا تی بین 10 تا 11 چی میشه؟ چه پیام ما بود؟ یک من تی منهای منفی تی به اضافه 11 دیگه نه؟ اف سی منهای 1 دوباره چی میشه؟ حتی کمتر میشه. حالا خب این مدولاسیون اف امش رو که رسم کردیم که به چه صورت میشه، مدولاسیون پی امش هم به همین صورت میشه. بعد میتونیم دوباره تو مطلب رسمش بکنیم. این که واسه شکل قبلی شد. تو مطلب ببینیم که واقعا درست نوشتیم یا نه. از 0 تا 1 هست پی دوم تی بین 0 تا 1 میکشیم پی تقسیم بر 5 که هیچی، پی تقسیم بر 2 برای اینکه واضح بشه. بعد از 1 تا 10 هست پی دوم. آره 1 تا 10 ضرب داره پای تقسیم بر 2. بعد از تی فی تی رو واسه تی بین چیز مشخص نکردم. تی بین 1 تا 11 هم هست. حالا تا همینجاشو بکشیم، همینجاشو رسم کنه. یه جا اشتباه کردم. پی دوم هست بر تی. کجا اشتباه کردم؟ آها بذار اینو کلیر کنم. تی منهای 1. خب این که مشکل نداره. این که مشکل نداره. این یکی چی؟ یا مشکل نداره. این یکی اینجا رو من ضرب در نذاشتم. میبینین؟ حالا من نمونه برداریاشو درست ندادم، اون وسط ها یکم چیز شده، ولی کلا به همین صورت میشه. داره چی میشه؟ فرکانس زیاد میشه. دوباره آخرش فرکانس باید چی بشه؟ کم بشه. پس شکل موجم رو اینجا چی کشیدم؟ درست کشیدم. غلط کشیدم نه؟ برعکس شده. یه جا منفی مثبت اشتباه کردم. حتما توی نوشتن این خودم کشیدم که درسته. ما تحلیلی رفتیم. خب خودم کشیدم درسته. این مطلب یه جا کدنویسی اشتباه کردم. خب سوال؟ خیلی خوب. اینم از این. اگزیت فول اسکرین. اینم از حل این سوال. یک شنبه هم 2 تا سوال دیگه حل میکنم. 3 شنبه. یکیش این سواله، یکیش هم یه سوال دیگه میان ترم راجع شکل موجی که کلا داستان مدولاسیون زاویه مدولاسیون زاویه بسته میشه. اینا نه این سوال این سوال حل میکنم. سوال پرکیسته. ویدیوشو میذارم. ویدیو این جلسه رو میذارم. بعد ببینم که یه لحظه حس کردم یادم رفت ویدیو رو ضبط کنم. این ویدیو هم تموم میشه.